ولاگ امروز ما مختص سفر نصف روزه ما به روستای تماما زرتشتی نشین و ایرانی مزرعه کلانتره که میمانه عمو شارخ و همسرش که از زرتشتی های این روستا هستن بوده. آقا 9 صبح ورزشگاه نصیریو پول ها بره پیاده و همسفر هایی که اومدن بریم یک تا روز خشا با هم دیگه بگذاریم. از دروازه قرآن یزد به سمت تهران یا بهتره بگم شهر می بود حدوداً 35 کیلومتر رفت. این تابلوی روستای مزرعه کلانتر و حالا بایستیم تا بچه ها بیانو. روستای مزرعه کلانتر از تباب شهرستان می بود در استان یزد قرار داره. در ابتدای ورودی اون یه میدونی بود که روی این میدون یک سکه زمان ساسانی یا بهتره بگم که انوشیروان ساسانی نصب بود و این سکه جالبه که پشت و روش هم چاپ شده بود و عین همون سکه که اون زمان ضرب می شده همینجا به نمایش گذاشته شده بود و از همین ورودی میشد فهمید که اینجا یک روستای تماما ایرانی هستش و هر کدوم از بچه ها گروه یا خانواده با ماشین خودشون تشریف آورده بودن و این یکم زمان ما را طولانی ترش میکرد. اول از همه وقتی به این روستا رسیدیم رفتیم خونه یکی از زرتشتیان برای صرف صبحانه. چطور هستی ارباب؟ خوبید؟ اول خوبه؟ فرود بر شما خوبید؟ برون شما محض رسیدنمون در خونه همسر عمو شارخ خاله جون رفت آینه و گلابا. آینه نماد روشناییه و گلاب هم برای بوی خوش. اینجوری زرتشتی ها از مهمانشون استقبال میکنن. بعد شما همیشه شاد و خرمی باشه. بفرمایید. خونه عمو شارخ که برای 200-300 سال پیشه همون معماری و سبک 4 پسکم زرتشتیانه داشت. البته عمو شارخ داشت همه سرگرم میکرد تا صبحانه حاضر بشه. صبحانه هم دیگه توی یک فضای سنتی سبزیجاتی که خودشون کاشته بودن و به یاد خونه پدر و مادر بزرگا از این سمت اتاق تا اون سمت اتاق سفره پهن و همه که دور هم صبحونه را خوردیم. واقعا جای یکیتون خالی بود. و اینجا لحظه ورود ما به آتشکده روستای مزرعه کلانتر و چقدر این آتشکده از بیرون خوشگله و از داخل یه حس خیلی خوبی بهت میده. گوش تا ساسناس چا آزی دمانه بیسن و شدره و دخیون. امیدوارم از ولاگ امروز خوشت اومده باشه. 4 تا ستون بدنت سالم و روپا باشه. خدا نگهدار.